در واقع آخرین کاری که براتون آماده کردیم 12 قطعه بود و قصه شوان آخرین قطعه است. یادگاری از ابوذر غلامی، واقعا جان شوریده‌ای که حیف از میان ما رفت، زود از میان ما رفت. شعر رو شما فکر کنید که اوایل دهه 50 گفت، زمانی که پشت میله های زندان بود در حبس و پسرش که در واقع همسرش باردار بود دور از حضور پدر به دنیا آمد. ابوذر غلامی این ترانه رو، این شعر رو که شعر بلندیه، در واقع اسم اصلی این شعر هست دیو نقل، قصه دیو. تو این قصه بلند روایت میکنه که به پسرش میگه، پسری که ندیده، سالها زندان بود و بچه دیگه داشت بزرگ میشد، بهش میگه که پسر جان پدرت هم اینقدر دست چلفتی نبود، اصلا اومده بود که دیو رو شکست بده، اومد از خونه بیرون دیو غافلگیرش کرد، حالا کندت کرده توی زندان. اما من بهت قول میدم که وقتی برگشتم میام پیشت و سرتو میذارم رو پاهام، نوازشت میکنم، موهاتو شونه میکنم، جولتو میکشم. بعدش وعده میده که آقا اینجوری نمیمونه، این میره، این زمستون میره، بهار میاد، تیرگی میره، روشنی میاد، روز میشه، پرنده میخونه دیگه. پسر این وعده رو میده و ترانه شوان برآمده از اون شعر بلنده، قصه دیو. خب ما هممون میدونیم میره دیگه، حتما یه روزی اتفاق میفته و روشنایی میاد. شوان تقدیم شما.
as I